سلام دوستان، تو این ویدیو میخوام در مورد این صحبت کنم که چی باعث میشه که سایره ضعیف باشه. تو ویدیو قبلی یکم در موردش گفتم، اما تو ویدیو میخوام بیشتر توضیح بدم و ادامه بدم. یعنی اول از همه یه حالت داریم تو استرولوژی که بهش میگن نیچه، یعنی debilitation به انگلیسی. یعنی مثل این میشه که مثل افت سایره میشه، یعنی ضعیفترین حالت ممکنه یه سایره. و اگه یه سایره واقعا نیچه باشه، هم اون خونه که صاحبشه مشکل پیدا میکنه، هم اون خونه که توشه، هم اون نشونای طبیعی که سایره داره مثل کارکا اونم مشکل پیدا میکنه. یعنی مثلا فرض کنید چاندرا نیچه باشه و کارکا چاندرا چیه؟ مادر. یعنی یکی از معنی ممکن این که مادر آدم مشکل داشته باشه، زود بمیره، مریض باشه یا از خود آدم دور باشه، یعنی برای مادرش یه مشکل پیش میاد. یا میدونی که شکر، کارکا، عشق و رابطه است و در این نقشه شکر نیچه در راش کانیا. بعد در این نقشه شکر صاحب خونه 5، یعنی خونه 5 بچه نشون میده و همچنین شکر صاحب خونه 10 و خونه 10 شغل آدم نشون میده. و صاحب این چارت یه خانومی که الان بیشتر از 50 سالشه و هیچ وقت ازدواج نکرده، هرچی چند تا رابطه داشته تو زندگی، بچه دار نشده و جالبه که شغلش ربط داره به کار زیبایی و هنر، چون که شکر کار هنر و زیبایی هم هست. یعنی این خانم جواهر سازه و همچنین تو کارش خیلی مشکل داشته و به اون موفقیتی که خودش آرزو داشته نرسیده. یه بار دیگه تکرار میکنم که هر کدوم از سایره تو کدوم راش نیچه میشه و با چه درجه. البته در مورد درجه باید بگم که درجه اوج نیچه بودن نشون میده و اگه فرض کنید سوریه توی راش طول 10 درجه نیچه قرار داره، در واقع از 0 تا 30 درجه نیچه. و این 10 درجه چی نشون میده؟ نشون میده که اوج نیچه کجاست، یعنی حتی نیچه اوج خودشو داره. یعنی اگه فرض کنید سوریه توی طول 10 درجه باشه و فرض کنید با شانی مانگل و راهو اینجوری یه رابطه‌ای دارن، مخصوصا اگه خونه بد باشه مثل دوستانه، واقعا دیگه بهتر از این فکر حالت وجود نداره. اما در واقع از 0 تا 30 درجه تو این خونه، تو این زودیاک، تو این راش نیچه حساب میشه و بازم ضعیفه. پس یه بار دیگه تکرار کنم هر کدوم سایره کجا نیچه میشه. سوره در طول 10 درجه، چاندرا در وریشچیکا 3 درجه، مانگل در کارکا 28 درجه، بودخا در مینا 15 درجه، گورو در ماکر 5 درجه، شکر در کانیا 27 درجه، شانی در میشا 20 درجه، راهو در وریشچیکا و کیتو در وریشابخا. اما خوشبختانه حتی سایره نیچه میتونه یه حالت داشته باشه که نیچه کنسل میشه و در واقع این سایره قوی حساب میشه. چون که فرض کنید سوریه 1 ماه طول میکشه برای اینکه از یه زودیاک بره بیرون وارد زودیاک بعدی باشه. یعنی نمیشه گفت که در طول این 1 ماه هر کی به دنیا اومده همشون سوریهشون ضعیفه، نمیشه. یا شانی 2.5 سال طول میکشه که از یه زودیاک بره تو زودیاک دیگه. یعنی تو این 2.5 سال هر کی به دنیا اومده شانی اونا ضعیفن، خب نمیشه دیگه اینجوری.
اگه اینجوری بود یعنی آستروژ خیلی عمومی میشد و اینقدر جزئیات و اینقدر خصوصی نبوده. و اینجا باید اینو در نظر داشته باشین که چند حالت هست که نیچه کنسل میکنه. 1. اگه این سایره توی چارت نوامش یا دینو اوچه باشه یعنی نیچه در راش کنسله. در واقع وقتی ما میخوایم بررسی کنیم آیا یه سایره قویه یا نه، ما همیشه باید به چارت نوامش دقت کنیم و اگه تو نوامش سایره قویه ما باید به نتیجه برسیم که سایره قویه. اگه ما فقط به راش دقت میکنیم و نوامش هیچ وقت نگاهش نمیکنیم، علممون حداقل نصفش کامل نیست و نتیجه‌ای که ما میرسیم میتونه خیلی اشتباه باشه. مثلا این نقشه مال سرینا ویلیامز که قهرمان تنیس بود 7 سال و جالبه که اون موقع که از نظر شغل خیلی پیشرفت کرده، یعنی اینکه همیشه برنده میشد، دوره مانگلا بود و اگه به راشی دقت کنیم مانگلا اینجا نیچه. آخه چطوری یه سایره نیچه باشه اما باعث شد که یه آدم موفق باشه؟ به هم نمیخوره. و برای اینکه ما واقعا بفهمیم که مانگلا اینجا چه تاثیراتی میذاره باید به نوامشا سرینا ویلیامز دقت کنیم و تو نوامشا مانگل تو ماکرا قرار گرفته، یعنی مانگل در واقع اوچه و به خاطر همین که دوره مانگل خیلی هم خوب بود برای سرینا ویلیامز. 2. وقتی سایره نیچه با یه سایره دیگه پریوارتن داره اون موقع هم نیچه کنسل میشه. مثلا به این چارت نگاه کنیم، مال استیون کینگ، یه نویسنده خیلی معروف. صاحب خونه 1 یا لگنشا چاندرا توی وریشچیک قرار گرفته، اونجا نیچه. و صاحب خونه 5 مانگلا توی کارک قرار گرفته، خونه 1 و اونم نیچه. یعنی ما در واقع 2 تا سایره نیچه داریم، یکی مانگلا یکی چاندرا و اونا تو خونه همدیگر هستن و پریوارتن دارن و در واقع هر دوتاشون قوی میشن. و وقتی استیون کینگ دوره چاندرا داشته خیلی هم پیشرفت کرده و کتابش خیلی فروخته شده. 3. اگه سایره نیچه با یه سایره اوچه یوتی داره، یعنی با یه سایره اوچه تو یه خونه با هم هستن، اون موقع نیچه کنسل میشه و این سایره قوی حساب میشه. مثلا دوباره به چارت استیون کینگ دقت کنیم. تو نقشش شکر توکانی قرار گرفته یعنی نیچه، اما خوشبختانه بودخه همونجا کنارشه توی خونه هستن و بودخه اونجا اوچه، یعنی هم بودخه هم شکر قوی حساب میشن. 4. اگه سایره نیچه با صاحب خونش یولتی باشه یا صاحب خونش بهش گراه دریشتی میندازه، اون موقع نیچه کنسل میشه. صاحب خونه کیه؟ صاحب خونه بهش میگن دیسپوزیتور و این کیه؟ یعنی فرض کنید چاندرا تو وریشچیکا باشه، مانگلا صاحب وریشچیکا و اگه مانگلا روی چاندرا گراه دریشتی میندازه این باعث میشه که نیچه کنسل بشه و چاندرا دیگه ضعیف نیست. مثلا به چارت جورج کلونی نگاه کنیم. مانگل نیچه توی کارکا، اما صاحب خونه که مانگل توشه یعنی دیسپوزیتور که چاندرا هست روی مانگل گراه دریشتی میندازه چون دقیقا رو به روشه و این باعث میشه که نیچه بودن مانگل کنسل میشه. 5. اگه دیسپوزیتور سایره نیچه توی خونه 1 4 7 یا 10 قرار گرفته اون وقت نیچه کنسل میشه. و اینجا یه نکته مهم که هست، این خونه رو ما هم میتونیم از اسندنت بشماریم هم از چاندرا. مثلا همین جورج کلونی یه سایره دیگه اونجا نیچه داره، گورو، و اینجا چند تا راه هست برای اینکه گورو نیچهش کنسل باشه. یکیش این که
با صاحب خونهش با دیسپوزیتور خودش با هم یوتی دارن. و ایراد دیگه هست این که صاحب خونهش یا دیسپوزیتور گورو که شانی اگه از چند را حساب کنیم میشه تو خونه یک. یعنی از این نظرم نیچه بودن گورو کنسل میشه. و 5 اگه دوتا سایر نیچه رو هم گراه دریشتی میندازن نیچه بودنشون کنسل میشه. مثلا دوباره میتونیم به نقش جورج کلونی نگاه کنیم. اینجا گورو نیچه و مانگل نیچه سم دریشتی دارن، اونا به هم گراه دریشتی میندازن و اینم باعث میشه که نیچه بودنشون کنسل بشه. اما بازم باید در نظر داشته باشین که نیچه بالاخره یه تاثیر میذاره تو زندگی آدم. یعنی درسته که شاید سار ضعیف حساب نمیشه اما بازم نشون میده که یه جا تو زندگی آدم مشکل داره. مثلا همین نقش جورج کلونی که گورو از راه مختلف حالت نیچه کنسل میشه اما بازم یه تاثیر بد گذاشته تو زندگیش. چجوری؟ اینه که گورو کارک بچه است و جورج کلونی تو 56 سالگیش بچه دار نشده. یعنی اولین بار که بچه دار شده 56 سالش بود. یعنی یه مثال میشه زد به اینکه بیشتر بفهمین. مثل این میمونه که آدم پاش قطع میشه اما یه پروتز خیلی خوب میذاره و همچنین میتونه راه بره اما خب با پای خود آدم فرق میکنه و وقتی سایر نیچه کنسل میشه همینجوری. یعنی از این نظر کار میکنه، قدرت داره، انرژی داره اما بازم یه جای مشکل داره. به غیر از نیچه چند حالت دیگه داره که باعث میشه سایر ضعیف باشه. این حالت چیه؟ نزدیک بودن به سوریه یا سوختن سایر دیگه، جنگ، دوتا سایر میتون با هم جنگ داشته باشن دیگه، سانتی یا گاندانت وقتی درجه سایر نزدیک به 0 باشه یا نزدیک به 30 درجه باشه و پاپا کارتری وقتی سایر بین دوتا مالفیک قرار گرفته. الان در مورد هر کدومش بیشتر توضیح میدم. 5 تا سایر داریم که میتونن بیش از حد به سور نزدیک باشن و توجیهاتش میگن که میسوزن. البته در آسمون اتفاقی نمیافته، در واقع این ساره انقدر نزدیک به سور نمیشن که واقعا بسوزن. در واقع تا آسمون چه اتفاقی میافته؟ اینکه ما از زمین نمیتونیم این سایره ببینیم. یعنی سایره اینقدر نزدیک به سوریه میشه که از زمین پیدا نمیشه و برای 5 تا سایره اتفاق میافته. یعنی بودها، مانگلا، شکر، گورو و شانی. چندر راه و کتو نمیتونن بسوزن. خب از کجا بفهمه که یه سایره سوخته؟ وقتی فاصله بودها با سور 14 یا کمتر از 14 درجه باشه، فاصله شکر با سور 10 یا کمتر از 10 درجه باشه، فاصله مانگلا با سور 17 یا کمتر از 17 درجه، فاصله گورو با سور 11 یا کمتر از 11 درجه و فاصله شانی با سور 15 یا کمتر از 15 درجه باشه. البته اینجا باید یه چیز دیگه در نظر داشته باشین که شکر و بودها وقتی حرکتشون برعکس میشه به این حالت میگن رترو، وقت درجه فرق میکنه. برای بودها رترو 12 درجه یا هرچی کمتر از 12 درجه و برای رترو شکر 8 درجه یا کمتر از 8 درجه. برای مانگل، گورو و شان اگه رترو باشن درجه عوض نمیشه، همونجوری که حالت عادی باشه، فرق نمیکنه. خب تو آسمون شکر و بودها به سوریه نزدیکن نسبت به سایر دیگه، برای همین بیشتر پیش میاد که شکر یا بودها سوخته باشن و اگه یه سایر سوخته باشه توجیهاتش به این نتیجه میرسن که سایر ضعیفتر میشه و نشونه خونش، اون خونه که صاحبشه یا کارک این سایر، اینا همه میتونن مشکل پیدا کنن. و اینجا باید اینم در نظر داشته باشین که هر سایر هرچی نزدیکتر به سوریه باشه بیشتر سوخته میشه. اگه فرض کنید شکر با سوریه
1 درجه فاصله داره. این یعنی خب خیلی شکر سوخته دیگه. اگه فاصله شکر با سوریه 10 درجه باشه یعنی خیلی خیلی کم سوخته، یعنی تاثیرش میتونه خیلی کمتر باشه تو زندگی آدم. مخصوصا اگه ساره و سور فاصلهشون کمتر از 6 درجه باشه، در این صورت خیلی تاثیر میذاره. اگه بیشتر از 6 درجه باشه تا اون درجه که گفتم اول کار، اون وقت تاثیرش کمتره. بعد اگه سایره در سمت سوریه میره تاثیرش بیشتره از اینکه سایره دیگه داره بر میگرده. یعنی فرض کنید شکر 14 درجه توی یه چارتی و سور 16 درجه، یعنی شکر داره میره سمت سوریه، داره بهش نزدیک میشه و 2 درجه با فاصله دارن، یعنی شکر خیلی سوخته، واقعا خیلی ضعیفه. اگه فرض کنید سور 16 درجه، شکر 18 درجه، یعنی سور عقب مونده، یعنی شکر دیگه ازش رد شده و بازم 2 درجه با فرق میکنه. اما شکر دیگه اون دردی که قرار بکشه دیگه تموم شده، اینجا خیالش راحت شد از این که به اوج درد کشیده و تاثیرش شاید کمتر باشه، تاثیر بعد کمتر باشه تو زندگی آدم. و اگه سایره از یه نظر حالت قوی بودن داره، یکی از اون حالات که تو ویدیو قبلی گفتم، مثلا فرض کن دیگ بالا بشه، مثلا بودخو تو خونه یک دیگ بالا میشه و بودخو سوخته، اون وقت سایره خیلی ضعیف حساب نمیشه. اون انرژی قوی بودنش باعث میشه که جلوی سوختگیشو میگیره، اما بازم میتونه خب تاثیر بذاره تو زندگی آدم. فرض کن همین بودخو صاحب خونه 5 باشه، بر بچه آدم میتونه مشکل پیش بیاد. مثلا میتونیم به نقشه آلپاچینو نگاه کنیم، یه بازیگر خیلی معروف که تو خونه 10 شانی سوریه و گورو قرار گرفتن و اگه خوب دقت کنی شانی اونجا نیچه، سوریه اونجا اوچه، یعنی این که شانی نمیشه گفت اینجا ضعیفه، با یه سایره دیگه که اوچه توی خونه است و نیچه بودنش کنسل میشه و خونه 10 خب نشونه کار شغل آدمه و ما میدونیم که آلپاچینو از نظر کاری خیلی پیشرفت کرده و حتی وقتی دوره سور شانی داشته چند بار نصیب بود جایزه اسکار بگیره. اما اگه خوب نگاه کنید شانی اینجا سوخته، به سور خیلی نزدیکه و شانی صاحب خونه 7. خونه 7 رابطه نشون میده و آلپاچینو هیچ وقت ازدواج نکرده، یعنی یکی از دلیل این که آلپاچینو ازدواج نکرده همون که شانی سوخته است و نقشش خیلی خوب نشون میده که وقتی سایره نیچه کنسل میشه چجوری تاثیر میذاره، چجوری قوی میشه و اگه سوخته باشه اما بازم یه حالت قوی بودن داره، برای چه تاثیری میذاره تو زندگی آدم. یعنی واقعا زندگی آدم پیچیده است دیگه، برای همین وقتی ما چارت آدم نگاه میکنیم باید خوب بررسی کنیم، باید خوب به هم چیز نگاه کنیم تا واقعا بتونیم به نتیجه درست برسیم، مثل همین چارت آلپاچینو. حالا بریم سراغ حالت دیگه، این که 2 سایره با هم جنگ دارن، بهش میگن گراها یودخا به سانسکریت. جنگ میتونه بین 5 تا سایره بیفته، یعنی مانگالا، بودخا، شکر، گورو و شانی. چندرا سوره راهاکیتو هیچ وقت با کسی جنگ نمی کنن و ما از کجا میفهمیم که 2 تا سایره با هم جنگ میکنن؟ از اینجا که فاصله بینشون کمتر از 1 درجه است، یعنی جایی که فرض کنید هم بودخا هم مانگالا میخوان یه جا وایسن و با هم دعوا میکنن اینجا مال کیه و اون سایره که میبازه ضعیف حساب میشه. تو جاچش نظر مختلف داره برای اینکه ما بتونیم بعدش برسیم کدوم سایره برنده میشه تو جنگ و اکثر مردم به این نتیجه رسیدن که سایره که درجهش کمتره اون برنده میشه. البته شکر چون که خیلی پرنوره اون همیشه برنده میشه. مثلا جای نقشه هست مال باربارا والترز و اگه خوب نگاه کنید بودها 0 درجه است، مانگا 29 درجه است، حتی این که اینا با هم توی خونه نیستن اما بازم بینشون جنگ وجود داره
و بودخه اینجا برنده میشه. حالت بعدی ساندها و گاندانتا. ساندهی یعنی وقتی یه سایر آخر راشه بشه یا اول راشه. آخر راشه یعنی درجهش از 29 تا 30، اول راش از 0 تا 1. اون وقت میشه ساندهی. گاندانتا اون موقع میشه که سایره تو مرز راشه که الیمنتش آبه و راشه که الیمنتش آتیشه میافته. یعنی فرض کنید فاصله راش آب و راش آتیش کجاست؟ مینا و میشا، کارکا و سیمها، وریشچیکا و دانو. اونجا مرز آب و آتیشه و وقتی سایره اونجا میافته با فاصله 3 درجه 20 دقیقه گاندانتا حساب میشه. یعنی فرض کنید شانی توی مینا 28 درجه، اون وقت گاندانتا حساب میشه. یا سوریا توی وریشچیکا 27 درجه و 50 دقیقه، بازم گاندانتا حساب میشه. یعنی مثل اینه که شما بین دوتا اتاق تو در وایسیدین و نمیدونید چی کار کنید، برین عقب برین جلو، چی کار کنید. هنوز حس اون اتاق قبلی دارین، نمیدونید وقتی وارد اتاق جدید میشین چه اتفاقی میفته، اونجا چه انرژی داره. و سایره وقتی ساندهی یا گاندانتا داره اونم هنوز قدرتشو نمیتونه کامل نشون بده و نتیجهش میتونه ضعیف باشه. و البته هرچی سایره درجهش نزدیکتر به 0 باشه حالتش بدتره، حالتش ضعیفتره، مخصوصا برای چاندرا. اصلا به این یکی نقشه دقت کنید، اینجا چاندرا تو خونه خودشه، تو کارکا، اما چه مشکلی داره؟ خب یکی این که تاریکه، به اماواسه خیلی نزدیکه. 28 درجه 50 دقیقه، یعنی اینجا گاندانتا حساب میشه. و 3 پاپا کارتری داره. و الان بریم سراغ پاپا کارتری. پاپا کارتری چیه؟ پاپا کارتری یعنی وقتی قبل و بعد از سایره دوتا مالفیک یا چند تا مالفیک وجود داره. مثل تو اینجا که تو میخونه که قبل کارکا مانگل وجود داره و تو سیمخا که بعد کارکا سوریا شانی و بودخا که بودخا اینجا مثل مالفیک رفتار میکنه، چون که با بقیه مالفیک با هم توی خونه است و ازشون تاثیر میگیره. و به این میگن پاپا کارتری. چاندر اینجا توی پاپا کارتری قرار گرفته و این باعث میشه که خیلی ضعیف باشه و صاحب این نقشه از نظر روانی مشکل داشته و اینقدر تاثیر بد دیده که جزو گروه آدم بد شده و تا آخر عمر تو زندان زندگی کرده. یعنی وقتی ما پاپا کارتری میبینیم میتونیم اینجوری تفسیر کنیم که این خونه چی نشون میده، اون سایره که تو خونه چی نشون میده، صاحب چه خونه هست. تمام اینا میتونن مشکل پیدا کنن. مثل همین نقشه چاندرا که ضعیفه، صاحب خونه 12 و اینجا هم خونه 12 و یکی از ما این خونه 12 زندانه. برای همین که این آدم تو زندان زندگی کرده. البته اگه چند تا بنیفیک قرار میگیرن به این میگم شوبخا کارتری و این تاثیر خیلی خوبه و باعث میشه که اون خونه یا سایره که تو این خونه هست نتیجه خوبی ببینن. و فقط یه چیز مونده که تو ویدیو بگم، این رترو بودن گراهام. رترو یعنی چیه؟ یعنی این که سایره برعکس بچرخه. در حالت عادی از چپ به راست میچرخه و رترو از راست به چپ. البته تو آسمون هرچی اتفاقی نمیافته و برای سوریا و چاندرا اتفاق هیچ وقت نمیافته. سوریا و چاندرا هیچ وقت رترو نمیشن. راهو و کیتو همیشه رتروان و گورو، منگلا، بودخ، شکر و شانی هم میتونن رترو باشن هم میتونن معمولی باشن. وقتی یک راه رترو باشه یا واکرا به سانسکریت میشه، در واقع خیلی 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 قویه و اینجا نباید قاطی کنیم
قوی بودن و تاثیر خوب یا تاثیر بد. چون که فرض کنید اگه شان یا رترو باشه قویه و روی سایره گراه دریشتی میندازه، در واقع این تاثیر بعدش خیلی زیاده رو اون سایره یا رو اون خونه. و در واقع سایره گراه واکرا یا سایره رترو کسی کامل تغییرش نکرده، کسی کامل درکش نکرده و نظر مختلف وجود داره و خیلی باید حواستون جمع کنید که به چه نتیجه میرسید وقتی گراه رترو میبینید. هم میتونه تاثیر خوب بذاره، هم میتونه تاثیر بد بذاره، اما چیزی که 100% این که خیلی قوی میشه. و یه چیز دیگه، وقتی سایر رو خون خودش گراه دریشتی میندازه، ما همیشه به نتیجه میرسیم که خونه رو قوی میکنه، به اون خونه انرژی میده. اما اگه سایره رترو باشه دیگه این کار نمیکنه. و اگه فرض کنید گورو اوچه باشه اما رترو، گورو اوچه یعنی تو کارک قرار گرفته و رومین گراه دریشتی میندازه، اما این باعث نمیشه که مین قوی باشه. خلاصه رترو بودن سایره خیلی چیزی پیچیده و سخته و خیلی تجربه میخواد، خیلی اطلاعات میخواد برای اینکه بتونید واقعا به نتیجه درست برسید. و فعلا میتونید فقط اینو در نظر داشته باشین. و چطوری بفهمید که اصلا سایره رترو؟ توی برنامه جیوتیش مختلف حالت مختلف نشون میده. مثلا میتونه زیر سایره خط باشه، این یعنی رترو، یا کنار سایره میتونه آر باشه، اینم یعنی رترو. خب این هم از ویدیو امروز. یه بار دیگه تکرار میکنم که چی باعث میشه که یه سایره ضعیف باشه. نیچه، خونه دشمن بزرگ، خونه دشمن، سوختن، جنگ، سانتکی یا گاندانتا و پاپا کارتری. اگه فکر میکنید که اطلاعات که تو چند تا ویدیو آخر گفتن خیلی زیاده و دارین گیج میشین که چی نمیفهمین، اول از هم باید این همه چیز اینجا بنویسین. تمام خونه، راش، درجه، هرچی گفتم باید بنویسین. و وقتی میخوان نقشه رو بررسی کنید همیشه باید به اونجا نگاه کنید. چون بر خودم اینجوری بود. خودم وقتی تازه اینو یاد گرفتم نمیتونستم سری برم تو نقشه نگاه کنم، بفهمم، بررسی کنم. همیشه خودم دونه دونه ساره به ساره چک میکردم. خب اینجا گاندانتا داره، اوچه نیچه مولاتریکونو سوکشتر چی داره، دیگ بالا داره، چی داره، جنگ کسی نمیکنه. و همیشه کمک میگرفتم از دفترچه که توش نوشتم. و جد سخت نگیرین. اگه فعلا نمیتونید حفظ کنید که سوره چند درجه اوچه و نیچه میشه، اصلا مهم نیست. مهمه که شما بتونید اینو تشخیص بدین. یعنی همون که شما بفهمید که سوره تو میشه قرار گرفته و اوچه، اینا میتون جواب بده، اینا بهتون کمک میکنه. و البته میگم که عجله نکنید، بذارین خود به خود این اتفاق بیفته و فقط با تمرین میشه اینو خوب یاد گرفت. یعنی سعی کنید هرچی بهتون نقشه بیشتر بررسی کنید که کم کم جا بیافتید، کم کم مغزتون اینو خوب یاد بگیره و عجله نکنید. با زمان همه چیز خوب میشه. خداحافظ.